اینجا آقای نوبلی رو داریم. بله اینجا نوبلی رو مشاهده میکنیم با یه دختر. نه تو نوبلی رو داشت، من نوبلی میگم. بعد الان یه دونه بچهای خودمون هم هستن که تازه رفیق شدیم و قرار با علی دوئل بزنه. عمق وجودم شدم، حال میکنم عشق میکنم، حال میکنم عشق میکنم. بابا من دوئل قبلی تو رو بردم. یا برو. راست میگه دوستان، ببین علی مرد. علی مرد. من تکذیب میکنم، کاملا تکذیب میکنم. بتوشی دیگه استارت کن یاسین. نه دیگه ببین من اول از همه 15 تا بذار 20 تا خیلی زیاده. بچا میترسه، علی الان داره میترسه. من میگه من میترسم تو 20 میترسم. نه واقعا میگم ویدیو تایمش نمیخوام طولانی شه. بالاخره پول اینترنت گرونه. آقا قراره منم که میخوام سریع جمع کنم برم بگیرم بخوابم ساعت ویدیو از این بهتر گوش کن. ویدیو از این بهتر دارید، گزارشگری منو دارید، بازی نوب علی با یه دختر. بریم. من نمیشه چنل منو ساب کنی فقط. آقا علی دقیقه وایسید. علی آنساب کنید. من بیچاره، میخوام جوری زندگی کنم انگار قرار فردا صبح بمیرم. انگشتیام پاره است. آقا ردی کن. چقدر خوشگلی تو. من از انگشتی‌ها همین الان تو ویدیو عکس میذارم، همشون پاره است، بهتون نشون میدم. بسم الله و تعالی. من همیشه موقع گویندگی همه بسم الله رو میگم، بسم الله اصلا یادم نمیره. بچه‌ها یه شرم معذرت خواهی میخوام ازتون کنم، به خاطر اینکه من ویدیو خیلی دیر به دیر دارم میذارم. واقعا معذرت میخوام، چون رفته بودیم شهرستان، من نمیتونستم ویدیو بذارم به خاطر اینکه نت ضعیف بود، گوشی دستم نمیرسید، نمیتونستم اوکی کنم، اصلا قسمت نبود. نمیدونم چرا واقعا. بچه‌ها من ویدیو قبلیمون رو دیدم، انگار خوشتون اومده بود از ویدیو لانگام، انگار من ویدیو لانگا رو برم بالا. آره پس اینم اگه حمایت کنید دیگه. ببین لانگا رو میخوام بترکونم، شورت ویدیو، لانگ مانگ، همه چی دیگه. بچه‌ها علی که توی ویدیوی خودش خبر داده بود که آیپد میخواد بخره و منم ایشالله میخوام بگیرم، ولی الان نه. حالا خبرش رو بهتون میدم، نمیخوام مشغول بشم. هم موقعی که گرفتم یه هفته قبلش بهتون خبر میدم که دیگه پر انرژی بتره کنیم یوتیوبو. بریم آقا مجریگری کنیم. آقا من خودم یاسینم دیگه، عشق منی. لایک، سابسکرایب، کامنت، زنگوله، منگوله، عشقی، دوستتون دارم. از اینجا که دارید میبینی من دنبال کون علی دارم میرم که برم تو کونش، که ولی خب فرار داره میکنه، نمیذاره برم تو کونش. خب علی داریم اینجا میبینی که موونت داره میزنه و پانیز هم سمت راست زمینه. و به نظرتون کدوم الان میزنه؟ دوتایی موونت میزنه، یه علی یه دونه میزنه دمیج میشه، پانیز یه دوباره میزنه ولی میس میشه و میزنه وان شات تمام. پانیز واقعا موونت های تمیزی داره. من موونتش از چیزی واقعا حال میکردم. موونتش از من حتی بهتر از مولتی، توی مولتی منظورم. و دوباره علی اینجا میزنه 4-3 میشه، یه دونه اختلاف میندازه توی بازی. علی نمیخواد ببازه. دوباره یه موومنت همینجوری پشت سرم دارم موومنت میزنم، میس میدم، موومنت میزنم که علی میزنه و پانیز همینجا میفته. یه پانیز اینکه سرپا مرد، نمیدونم چرا. یه پرش میزنه که رو هوا بزنه ولی نمیتونه. داداش تو فاز بروسلی برای چی داره میگیری؟ و همینجا به پانیز میاد میگه بیا پایین بابا، بیا پایین. بس سبک جدید ویدیو هم میخوایم بذاریم، حتما برید ببینید. یعنی بعد این ویدیو دیگه یه سبکایی میخوام بذارم مثلا ببینید، عشق کنید، چنل منو ببینید، یعنی بگید آه به به چه چنل خوب. خلاصی که الان داریم از اینجا زوم نزدیک داریم میبینیم. نمیدونم اسم این چیه، سوم شخص، اول شخص چیه بهش میگن، من بلد نیستم بچا. خب همینجا که داریم الان پانیز میبینیم یه دونه اسنایپ میزنه، یه موومنت میزنه، یه موومنت اینور اونور میکنه، یه اسنایپ دیگه میزنه و دوره علی هم داره شبونم گرفت داشت و میزنه پس کله علی، میگه بیا پایین بابا. بچه اگه دلتون میخواد پارت سوم و دوم این ویدیو رو ببینید، پارت دومش توی چنل پانیز هستش و پارت سومش توی چنل کورالی هستش که لینکش همینجا گذاشتم، حتما برید سرچ کنید و برید ببینید. بچه خیلی خفنه، اصلا دستش ندید. و هر دو دوباره مقابل همدیگه وای میسن، میخوام فایت بدن. علی میخواد رو هوا بزنه ولی دوباره میس میده، دوباره پانیز هم میس میده. اصلا الان اومدم روی اسپکت پانیز، پشت سر هم دارم میس میدم. پانیز 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 بزن، پانیز بزن دیگه. پانیز نه علی میزنه، تمام میکنه این بازی کثیف رو. بچه اینجا بهتون بگم این دوتا بتل پلیر هم مثل خودمون، یعنی من این اولین ویدیو مولتیه که گذاشتم و جالبه بگید اصلا چرا تو با یاسین بازی نکردی، چون من نوبم. باست دارم میگم باش.
و آقا داریم میبینیم که اینجا دوباره دارن با هم فایت میدن و علی از فاصله دور میزنه و میاره رو 14-8 6 تا دیگه بزنه تمومه. دوباره میبینیم علی اینجا فاز گرفته رو هوا میخواد بزنه ولی پانیز بهش فرصت نمیده. میایم تو اسپکت پانیز یه موومنت میزنه یه دمیج میشه ولی پانیز باز علی برای چی نید داری میندازی؟ علی الان داره تقلب میکنه. علی ایز تقلب، علی ایز چیتر تقلب. و اینجا میبینیم پانیز میاد بک میده و علی هم میخواد بره سمتش سری بزنه و یه دونه میزنه اصلا بدون انگار ایمش نیومد. تا اینجای بازی نتیجه شده 16-11 و پانیز یه دونه میزنه تو سرش میگه بیا پایین. گوشی داره زنگ میخوره معذرت میخوام یه دقیقه جواب بدم سری میام. خب دوباره اومدیم سر راش بچه‌ها ببینیم بچه‌ها چیکار میکنن. خانم پانیز داره همینجوری موومنت میزنه موومنت های تمیز ولی میس میده. علی هم یه بک میده سری اومد راش بده. پانیز جان اون ور کجا رو داری نگاه میکنی؟ و دور جسد پانیز داره میچرخه و علی میاد اینجا یه گندگوزی میکنه مثلا گانشو داره نشون میده. پانیز رو میبینیم که با اعصاب خراب میخواد بره راش علی رو بده. این منور نگاه میکنه که نمیخواد الکی کیل به علی بده. دوتای خیلی دارن سیف بازی میکنن. یه بک اسلاید قشنگ میزنه بک اسلاید گفتم و جسد علی رو میبینیم که رفته توی بشکه و علی رو داریم اینجا میبینیم که با شوک داره میگه این چجوری منو زده. یه اسنایپ میزنه دوباره میس میشه یه دونه دیگه میزنه تو سر و کله حریفش و میگه بیا پایین. پانیز برگشته نمیذارم بیای بالا علی. دقیقا همینو داره تو ذهنش میگه. پشت سر هم دارن موومنت میزنن و پشت سر هم مثل ماست دارن میس میدن و یه دقیقه پانیز انمی گم میکنه سریع موومنت میزنه یه دونه میزنه و نمیخوره. علی داره دوباره نید میندازه ولی یه هدشات تمیز میزنه و علی جسدش میفته اونجا. علی سری میاد دیگه نمیخواد کیلو نگاه کنه میگه من سری باید بزنم یه دونه میزنه. علی تو پانیزو دید مرد یه دونه دیگه هم پانیز میزنه و تمیز داره بک میده و اینجای کار که میبینیم پانیز کلاسش زده احتمالا اشتباه زده بود دستش خورده و هی میخواد بیاد عقب و علی هم که نامردی نمیکنه میخواد بیاد بزنه ولی خب نمیدونه داداش این دستش کلاسش خورده. میاد اینجا یه نایف نه دیگه یه کلاس استفاده میکنه. آقا دوستان اینو خودتون داشته باشید علی ناعادلانه برد قدرت زد. علی یعنی چی؟ علی تو نوبی. خب الان احتمالاً آخرای ویدیو الان دارین این صدا رو میشنوید. خب ادعا کرد ببینید کاملا معلومه دیگه بهانه میاره اکتیویژن تیوی اکتیویژن خدا بیان نیامرزتت متاسفانه باگ خورد صدای من گفتم بیام ادعا و جواب ادعاهای اونو بدم. اون که میاد بهانه میگه انگشتیم اینا اصلا محلش نمیکنم. علی بچه‌ها یه دقیقه وایسید. علی یه نوب سگ به تمام عیاره و واقعا جدی دارم میگم علی یه نوبی تو نوبی. میخوای برات بخورم؟ کل ویدیو که دیدید همش یه جورایی چیز بود چی میگم بهش یه شوخی بود یه حالت دراماتور بود دوئلا واقعی بود ولی حرفایی که رد و بدلشو کاملا دوستانه بود. و پانیز خانم خواهر گلمون تازه اومده توی جمع ما توی یوتیوب ما بازیش فوق العاده خوبه از خیلی جلوتره حتی از یاسین هم بهتره بازیش و یاسین هم هست که باشه مجریگری میکنه زیاد مهم نیست منلش ندید. پانیز خانم شما اعلام رضایت کن. دوستان تمام بسا روشین بودش و آفرین به آقای علی واقعا بازیشون عالیه و همچنین آقای یاسین همشون عالی بودن و نه یاسین همینجور بود که باشه کامنتاتون نپره من حتما لایک کنید حساب یادتون نره زنگ مولر رو حتما بزنید این ویدیوی جدید به دستتون برسه. بذار من بگم آقا همه اینا واقعی بود. این نه اومده تو یوتیوب حرفه‌ای. آقا همه اینا واقعی بود. همشون با هم واقعا مشکل دارن فوش خار مادر به همدیگه کشیدن. من آقا تو اینجا میگم من که دروغ نمیگم آقا همش واقعی بود دروغ دارم میگم. یاسین نکن دیگه هشتگ نه به یاسین یعنی چی نه به یاسین و چی می‌خواستم بگم یادم رفت اوه چقدر حرف میزنی علی. آره دوستان ممنون شدم تا اینجای ویدیو دیدید. بوس به کلتون خیلی دوستتون دارم عاشقتونم دیگه. حتما لایک و کامنت هم یادتون باشه. راستی چنل پانیز توی دیسکریپشن هست. دارم حرف میزنم. چنل پانیز تو دیسکریپشنه. دروغ میگه من چنل ندارم دوستان.
میزنیم براش. من هست من بتل بازم هستم، مولتی باز نیستم، با اجازه هم. هممون بس مولتی که لازم نیست مطابق کنی. آقا دیگه شروعش با مولتی بود، پایانش با خدا. خدا بس بچه، خدا بس. خدافظ.